سری از قلیا بود 4 تا بازیکن داریم. آرتین، من، ابی و سوی. میخوایم توی 3 بازی تو 3 قسمت گلیاپوس رو جمع کنیم. اما چطوری؟ حتما 3 قسمت رو تماش کنیم. توی قسمت اول امیر و سوین قرار دوئل برن. توی قسمت دوم من و آرتین قرار دوئل بریم. برنده این دوتا توی قسمت سوم به فینال رو بازی میکنن. خب بریم برای گلیاپوس. من و آرتین تیم داوری هستیم. این دوتا هم قراره بازی رو انجام بدن. قوانین به شما توضیح بدم. شما دوتا با هم دوئل میرید. گل تشخیص بدیم امتیازی نداره، ولی اگه حریف نتونست گل تشخیص بده اون وقت امتیاز داره. تو هر دست 3 تا خالی بازی داریم. 2 تا هم کارت داریم که توی کل بازی میتونید ازش استفاده کنید. یه دونه خالی بازی، 3 خالی بازی بیشتر، یه دونه آنتن. ما شبیه ما تغییرات زیادی توی گلیاپوس شخصی آقای مهران مدیری انجام دادیم. آره و 3 تا خالی بازی بیشتره و ما گفتم دیگه تغییراتی که دادیم یه دونه کارت دارن آنتن. توی اون کارت از حریف یه سوالی میپرسید، اون جوابشو میده، مثلا گل کدوم دسته، اما مونده که حریف حرف باور کنید. مثل گلیاپوس اصلی نیست که حریف واقعا باید راستشو بگه، نه شاید دروغ کنه. شما باید بفهمید که اعتماد کنید بهش یا نه. خب یه دونه سنکاز بیتی بریم. سنکاز بیتی. آره سنکاز بیتی بریم. اول 3 تمام. من میگیرم. سنکاز بیتی. سنکاز بیتی. آقا من میگم سنکاز بیتی گفتم بیرون. سنکاز بیتی. سنکاز بیتی. سنکاز بیتی. خب 1-0 سنکاز بیتی. 1-1 سنکاز بیتی. 2-1 سنکاز بیتی. آقا زود 3-1 گل رو 3 شروع میکنیم. ببینید یه لحظه گوش بدید. آقا اگر مرتکب خطایی شدید من و آرتین مشورت می‌کنیم به این نتیجه میرسیم که خطا بوده خطا نبود. خب مثل گلی. خب من سری میخواد حرکتش بره مثلا منم اضافی میدم. دستینا نمیدی. خب سلام آمید. خب گل رو همین تشخیص بده. خالی بازی هم داری 3 تا. خب فرصت داریم اینجا فکر چون. آره ولی زود آقا اینه خالی بازی داری یا نمیدیش بگو. خب یه دونه خالی بگیر. خالی بازی کن. خالی بازی کن. حتی نگاه کن مرتکب خطایی نشه. چی؟ یکم فاصله بگیر. فاصله آقا فاصله. اونجوری کن. داداش خب خالی بازی. تو یه دونه خالی بازی. خوب داره بازی میکنه سری واقعا. هر وقت من گفتم هر وقت آقای آرتین نه گل دیگه داشت پوچ نمیگم که تو وایسا آقای آرتین هر وقت زد به میز باز کن. مطمئنی؟ آره دوباره باز شد. گل 0-0 چون گل خب چی آره زدن خب برو برای شروع کنیم. خب خانم سوین 3 تا خالی بازی و کارت آنتن. آقا نگاه کن اینا 2 تا خالی بازی. اصلا حتما قسمت اول حمایت کنید. خب اینو گفت. خب هر وقت بزنیم بریم. مطمئن دیگه بزنیم میزو. دیگه گفتیم دوباره ببین میزو اگه داور زد دیگه نمیتونی اصلا نظرت عوض کنی. اما بریم برای اون خالی بازی میکنیم. وای باش درست میگه. یک خالی بازی. تابلو خودت آره من اینجا میشونم دیگه چی رو بگم. خالی بازی آخرین خالی بازیش هم میره. خب واقعا حرکت خوبی داره. خب امتیاز بگیره. خب بس خب مطمئنی؟ دیگه دوباره مطمئن نباشید. این خب بریم برای این 2
3. سف همچنان دارم به کارشون ادامه میدم. خیلی خوب میگذره. تعویض طلایی بود آخر کار گفتیم. خب حرکتشو رفت سوین و تا حتما دقیقه 2 رو بذارید شما هم حس بزنید. خالی بازی. اول 2 تا. نه حالا دیگه 3 تا خالی بزنید. یکشو انجام بده. هر سه آره 3 تا داری. آره هر 3 تا. اوه خالی بازی. اوه خوب نگه داشته بود. گل یه دونه خالی بازی مونده دیگه. آره خالی بازی. نه 2 تا خالی بازی. 2 تا مونده. نه یه شو گفتم 2 تا. آره راست میگی. خالی بازی. خالی بازی. زود باش دیگه. آقا وقتی دیدی بگیری اختار بگیری. گل بزن. مطمئنی؟ تمام بزن. 2 3 واقعا هر چیز من خیلی میخوایم یک امتیازی بگیرن این دوتا خدا میدونه. خب اینم بگم گل اگر دستتون بیفته امتیاز برای حریف میشه. اونم بگم چی جو؟ گل اگر از دستت افتاد امتیاز برای حریف میشه و 1-0 حریف ادامه میده. خب دقت کنید دیگه کارهای ریسکی نکنید. 1-0 این 1 امیر 0 شروع کن. خب کتا خالی بازی دست همین ها شروع کن. خالی بازی. ندیدی فکر کنم 3 حرکت. خب الان ببین آقا من میکنم خالی بازی. دیدی؟ میگی خالی بازی خالی نگاه بازی. نکنی میگی خالی. خب تمام. نه یه خالی بازی کنی اینه. خب 3 مطمئنی؟ 2 کتا خالی بازی دست همین ها شروع کن. خالی بازی. ندیدی فکر کنم 3 حرکت. خب الان ببین آقا من میکنم خالی بازی. دیدی؟ میگی خالی بازی خالی نگاه بازی. نکنی میگی خالی. خب تمام. نه یه خالی بازی کنی اینه. خب 3 مطمئنی؟ 2 من میدونستم بکنه 2-0 سوین رو میفته. سوین داره میره فینال. وای چند تمومه؟ 9 او بالا. خب خالی بازی. یه دونه مونده دیگه. ندیدی؟ آها آره. آقا من بگو بدونم خودت میگه. بگو خالی بازی. خالی بازی. خالی بازی. من اصلا ندیدم. من الان میدونم. خالی بازی. اصلا نگاه هم میکرد. دیدی؟ توش نگفتیم نیدش کنات یه دونم دیگه خالی بود. خالی بازی. نه دیگه دیگه. آقا تو چی داری؟ خالی بازی. خالی بازی. خالی بازی. ما داورت چیه؟ 3 2 3 2 سوین جلو میفته. آقای امیر ببینید اینم نگفتم بهتون یه بخشی هست توی گل پوچ بخش سای خوردن. آره گوش بده میتونید از بخش سای خوردن استفاده کنید. توی بخش سای خوردن میاریم سای میدیم بهتون. در حالی که سای میخورید میتونید برای خودتون ذهنتون نقشه بکشید استراتژی بکشید. میخواید ازش استفاده کنید. الان 3-0 رقمی به نظرم بهترین وقت است. یا ادامه میدید کنید. نه سای مزو داداش چهار سای میکنیم. بهونه که فکر کنید. بابا من فکری نچیه. بابا. خب پس ادامه بده 3-0 رقمی به نظرم. خب خالی بازی. اینم نگفتم اگه بدون خالی بازی گل رو تشخیص بدید 2 امتیازه.
آره و گل اون وقت امتیاز میاره برای تشخیص دادن اون وقت خب امتیاز خالی میاره بازی این اونو میگن تکسر خالی بازی خالی بازی خالی بازی خالی بازی خب یه دونه خالی بازی خالی بازی تکسر رو برس خب این 3 2 1 اون یه 2 دفعه میشه 3 نمیشه اصلا نشه باز نشه اگر تکسر پس برید 2 ها از من خب رفت زیاد بلاش کارم انداخت کلا با دوربین در 4 1 4 0 سهار 1 آها باز میشه تکسر بزن برگردون تکسر بزن برگردون دوباره برو نه برو نشون بده برو خب تکسر بزنی 2 امتیاز داره میدونم تکسر بزن وای هنزه ببین نه هنزه بده بهش سهار 2 بدون اینکه داور بزنه زدی بده بهش گلو بدون اینکه داور نزنه نباید بزنی میگه این باز میکنه شاید میخواست نظرش عوض کنه داور بزنه تو سهار 2 من اول نفهمیدم موضوع چیه بفهم آره سهار 2 خب بازی کنیم دیگه آره میتونی تکسر بزنی خوب رفته سری کارتاتون هم یادتون رفته آنتن دارید کارت آنتن همونی که ازشون یه سوال میپرسیدی با تو به اعتمادت الله اکبر 5 2 خب بازی کنیم اشکال نداره خب همزوه پس بازی کنیم پس 5 2 خب تکسر بزن یا نزن اصلا مونده به خودت آنتن کارت از اون کارت از آنتن استفاده میکنی میبازی از من بگم خب گل باش 3 2 بازی سری 5 امیر 4 2 امتیاز میگیره با یک از اینا نمی‌کنم آره دیگه اون ریسکیه چون الان وقت بهترین وقتی که گل تشخیص ندید مساوی بشین سیاگین دقت کن اومده برسه تو خب خالی بازی داری کارت داری و تکسر خالی بازی خالی بازی یه دونه خالی بازی سعی کن گل نشون ندی چون تو دست قبلی گل نشون داده شد و به خاطر اینکه رسمه که گل دیدن رو نگیرن سری این کارو نکرد این حرکتت ریسکیه نکن دوباره میندازی زمین تازه رسیدی بهش دوباره فاصله میگیری خب یک خالی بازی کنم خطایی کردن رو بگم به خطا غلطون نمیکنم بله بزن 3 2 گل میره به سری 5 4 فعلا 5 4 5 4 یا 6 نه گل گرفتن امتیاز نداره آره. تکسر 2 داره تکسر داره خب چون خالی بازی داد 2 تا تکسر رسون نمیشه دیگه چون دوئله خالی بازی تکسر خراب خب تکسر میزنی یا خالی بازی میدی به نظرم
خالی بازی بده 5 سوال زیاد فاصله نداری که بخوای خالی بازی من کمکم کردم گفتم زیاد فاصله نداره اون وقت خالی سر میزنی خیلی فاصله داره دیگه داریم میبازی ریسک خالی بازی خالی بازی دیگه و یاد نخواهی بازی اصلا حتما ویدیو رو لایک کنید اگه همتش بالا باشه حتما قسمت دوم زودتر میزنم خب یه دونه خالی بازی تونده خالی بازی و آخرین خالی بازی لیکس دیگه خیلی لیکسی لیکس خب باش 3 2 2 مطمئن 1 5 4 ادامه بازی سبید از نظرم الان بهترین وقتی که تک ضرب بزنید درسته نزدیک به ولی تک ضرب بزنید خیلی فاصله میشه نظر من چون به برد نزدیک کارت هم داری کارتاتون یادتون رفته عزیزان من ست خالی بازی بیشتر و آنتن هیچ کدومتون استفاده نکنید ابولی چطوری؟ اینو زدی خالی بازی دو تا خالی بازی خب یه بار دیگه اگه تونش بدی میره به حرف گفتم توی خالی بازی نباید زیاد تونش بدی 3 2 همین 5 ساعت فعلا ادامه داره خب اینو یه دونه لیکس تکسر میزنی تکسر بریم برای تکسر به آقای امیر کارت هم داری آنتن واسه خالی بازی بیشتر بسا اون یک کارت هایی که توی بازی آقای مهران مادری هستش رو استفاده نکردیم به خاطر اینکه تو دوئل اون کار نمیشه کرد کلا نمیشه مثلا سلمون گنزش با مثلا دیگه یک شد باز کنم یک کنه خب بریم 3 2 1 امیر حالا توکل بر تو حالا امیر افتاده جلو و حرفی داشتی بگوشون تو فقط دست میزنی چرا دست میزنی؟ شاپلاخ بزن خب امیر خیلی خوب بود اینم تشخیص نده واقعا دیگه میری برای برد کارت داری 3 خالی بیشتر به آنتن کارتات ندادت نره 6 5 چی؟ 6 5 0 میتونی تکسر بزنی 7 6 0 واقعا تکسر بزنه میشه گوگا توی این ویدیو کلا 2 تا تکسر دادن 2 تاش هم درست در اومده تکسر بزنی اگه چیزی دیدی تکسر بزن ندیدی برو برای خالی بازی ولی اینم بدون که بری برای خالی بازی درست تشخیص بدی هیچ امتیازی نمیگیری ببین از وقتی گفتی خالی بازی دیگه هیچ امتیازی نمیگیری یا اشتباه میگی امتیاز میره برای یا درست میگی هیچ امتیازی به نظرم از آنتن استفاده کن وقت خوبی ببین تو آنتن مثلا میپرس کدوم دست مثلا میگه راست مونده تو اعتماد کنی شاید دروغ میگه شاید هم راست میگه مونده اعتماد من حق دارم دروغ بگم آره هر یا دروغ بگو یا راست بگو میتونی از آنتن میخوای از آنتن حساب چون جای خیلی حیاتیه درست نگی میره درست نگی دیگه خیلی نزدیک میشه به برد آنتن
خب این آنتن اینه. خب حالا مونده که نه فعلا نه، مونده بهش اعتماد کنی. گفت اینه، مونده بهش اعتماد کنی یا دروغ میگی یا راست میگی. خیلی حساسه و تکثر حساب میشه. کارتا هیچ تأثیری بر تکثر نداره. الان بگی تکثر خیلی تشخیص بدی. خب بگو، یعنی درست میگه. 3 2 1. ماشاءالله تکثر میزنه. 7 6 میشه دیگه. به خاطر صداقتت واقعا کار اخلاق برای امیره. صداقت باش. 7 6. خب من به چه تو هم آنتن فرید داری. میخوره ولی فرید میخوره. آقا تو هم آنتن داری ها و 3 تا خالی بازی بیشتر. تو هم فقط 3 تا خالی بازی بیشتر. خب 7 6 3 نقطه رو نزدیک میخوره بازی قسمت اول. الان دیدی بگیر. نگران نباش. تکثر این واسه 3 2 1. واسه 3 2 1. بابا چقدر تکثر با خوبه. نه اینو که اینجوری میکنی 8 7. آقا یه لحظه، نتونی تشخیص بدی برده بازی. میکنی از این میفهمم که نیفتاد. آقا گوش بده، نتونی تشخیص بدی تو بردی. تکثر بزنی تو بردی. تکثر بزنی تو بردی. ولی نتونی. ببین به خیلی نظر حساس. آخه تا تکسر زدم آقا خیلی حساسه ها. میدونی چرا؟ ببین یه لحظه این نرو همین میکنم. از نظر من تکثر بدم این چرا یه ریسکه. درست گفتی بردی، درست نگفتی میبرده. اگه بخوای گلو تشخیص بدی امتیاز یه نمیگیری، ولی تکثر بدن میبری. تکثر بدن ریسک دیگه. آخر بازی اینجا پرتگاهه. اوکی تکثر بدن. خب شروع کنیم. شروع کن. برو نشون بده شروع کن. خیلی حساس آقای داور. آقای آرتین خیلی من استرس گرفتم به دوستیم. این خودش بیشتر از سوین استرس داره 100%. بخیال خب تکثر تو همین الان بزن. ببین یکم صحبت کنیم بعد سوین نظرت چیه؟ کار داشته باش. الان هیچ نظری ندیدم تو. هیچ ندیدم. نه من ندیدم ولی میتونم کنیم. خب نه نگو اول بهش. اکثر بزن خیالتو راحت کن. این تمام دیگه. این تمام. مطمئنی؟ 3 نه بذار مطمئنی دیگه مطمئنی. آخر مطمئنی؟ آخر مطمئنی؟ مطمئن. برو 3 2 مطمئن؟
بازی رو همین رو بگذاره ممنون که این رو دیدید قسمت دو نوچرتم من عارفین قرار با هم رقابت